کردن باشگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن بازیکنانشون به این تیم انتقاد کرد. حدود یه هفته 10 روز دیگه باید آزم بشیم برای بازی مقدمات آسیایی. فکر کنم نقاط ضعفمون رو پیدا کردیم، انشاءالله روش کار کنیم، نقص موارد کنیم و بتونیم با قدرت بیشتری وارد مسابقات بشیم. خیلی شرایطمون سخته. من صداقتاً باید صحبت کنم، قبلا صحبت بود که چرا تیم‌های پایه نتیجه نمیگیرن، ولی خیلی برای خودم جالب بود تا خودم اومدم تو این موضوع و دیدم که واقعا اصلا حق دارن این تیم‌ها نتیجه نمیگیرن، چون واقعا اینجا هیچ چیز سر جاش نیست. میخوام تشکر کنم از کنید مثلا که چه چیزی سرش از امکانات اولیه رو نداریم، تیم‌ها بازیکناشون رو نمیدن و خیلی شرایط سختی داریم دنبال میکنیم و من به مربیای قبل اگه قضاوتی مردم در موردشون کردن باید همه جوانب رو در نظر بگیرن. سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان 24 بازیکن رو به اردوی انتخابی دعوت کرد. نخستین مرحله اردوی بانوان ملی پوش فوتسال از یکشنبه 18 مرداد به مدت 3 روز زیر نظر شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال برگزار و دومین اردوی انتخابی هم چهارشنبه 21 مرداد آغاز میشه. بعد از دوره نخست لیگ برتر، هجوم مربیان خارجی به فوتبال ایران افزایش یافت و حالا در 26مین دوره مسابقات دوباره لیگ بدون سرمربی خارجی کارش شروع شده. تفاوت بزرگ با سالهای گذشته داره و نخستین بار پس از سالها هیچ سرمربی خارجی روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری دیده نمیشه. کار خیلی خوبی کردن که همه بازیکنان همه مربیای به نظر من ایرانی هستن. این بستری باشه برای مربیای خودمون که خب در کنار مربیای خوبی که داشتیم مربیای دیگری رو هم بتونیم پرورش بدیم. نگاهی به تاریخ لیگ برتر نشون میده بخش عمده قهرمانی‌های این رقابت‌ها یعنی نزدیک به 71% جام‌ها با هدایت مربیان ایرانی به دست اومده، یعنی 17 جام نصیب مربیان وطنی شده. مربیای داخلیمون واقعا از لحاظ فنی چیزی کم ندارن. یه مقدار به اونها کمک بکنیم قطعا مربیای ایرانی این پتانسیل رو دارن که در آینده بتونن موفق باشن. هرچند شهرهایی مثل برانکو ایوانکوویچ، زلاتکو فرانچار، ملادان فرانچیش، درامون اسکوچیچ و اسما تونستن با قهرمانی تو لیگ اسمشون رو تو تاریخ فوتبال ایران ثبت کنن، اما حضور مربیان خارجی که به بیش از 40 نفر میرسه همیشه به معنای موفقیت نبوده. نمیگم مربی خارجی به درد ما نمیخورن، اونا خوبن، ولی به هوای پوله میان یه مقدار پوله رو میگیرن و بعد میذارن میرن. از 24 جامی که در لیگ برتر فوتبال ایران بالای سر رفته 7 جام با هدایت مربیان خارجی کسب شده، اما سرنوشت بیشتر مربیان خارجی با اخراج و شکایت به فیفا عجین شده. این همه ما با خرج کردیم، پول دادیم، بعضیا رو الان داریم جریمه‌ش هم میدیم. البته نباید از شرایط ویژه امسال هم غافل شد. افزایش هزینه‌ها، دشواری جذب مربیان خارجی و ریسک‌های قراردادی از جمله عواملی هستند که در تصمیم باشگاه‌ها برای انتخاب سرمربی ایرانی نقش داشته. ما نیاز داریم که تکنولوژی خارجی به ما برگرده بیاد، ولی در این موقع جنگی بهترین تصمیم بود که مربیان ایرانی رو انتخاب کنیم. با این حال برخی از باشگاه‌ها همچنان از دستیاران و اعضای خارجی کادرفنی استفاده می‌کنند. نشونه‌ای از اینکه ارتباط با دانش روز فوتبال همچنان برای باشگاه‌ها اهمیت دارد. اونا که کارنامه دارن بیان کمک کنن که حداقل سرمربی ایرانی بتونه استفاده کنه برای آیندهش هم خوبه. حالا لیگ برتر برای مربیان وطنی آزمونیه که دانش، جسارت و مدیریتشون رو به رخ بکشونن و از این فرصت به دست اومده به بهترین نحو استفاده کنن. مهدی علیمرادی، خبرگزاری صدا. درخواست اینفانتینو از رئیس جمهور آمریکا برای بقا در صندلی ریاست فیفا پس از فشارهای یوفا، کنکاکاف و AFC برای استعفای جانی اینفانتینو از ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال، حالا فدراسیون‌های ولز و انگلیس هم علنی حمایتشون رو از اینفانتینو پس گرفتن و به نقل از جکوب خبرنگار انگلیسی، اینفانتینو برای خروج از این بحران دست به دامان اربابان خود در کاخ سفید شده. تلگراف در این مورد مدعی شده که ترامپ وارد میدون شده و میخواد با تحت فشار قرار دادن سران کشورها فدراسیون فوتبال اونها رو وادار به حمایت از اینفانتینو کنه و این یعنی دخالت 100% دولت‌ها در امور فوتبال، اقدامی که با روح فیفا
در تضاد و بسیاری کشورها در دهه‌های گذشته به همین علت عضویتشون در فیفا تعلیق شد. نیویورک تایمز هم در این مورد نوشت که اینفانتینو در حال حاضر حمایت 90% اعضای فیفا رو برای دور سوم ریاستش از دست داده. تیم‌های ذوب‌آهن و نساجی این روزها تمرینات خودشون رو برای حضور در لیگ برتر در تهران پیگیری می‌کنند. کمتر از 2 هفته تا آغاز 26مین دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باقی مونده. همین موضوع باعث شده تا این روزها سر به هر زمین تمرینی که تو مجموعه‌های ورزشی میزنی یه تیم لیگ برتری داره تمرینات پرفشارش رو دنبال می‌کنه. مثلا تو زمین شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی تهران ذوب‌آهن یه بازی دوستانه با تیم فوتبال جوانان داشت. ما اردو 4 روز پیش تموم شده بود. به احترام ایشون ما ایستادیم و بازی کردیم، لذت بردیم، تیمش عالیه. تیمی که حالا اکثر چهره‌های بازیکناشو جوان‌ها تشکیل دادن تا تو کوران مسابقات از رقبا کم نیاد. مثلا چون هم لیگ 18 تیمی شده، هم این که مثلا شرایط جوریه که باید تا فکر کنم دیما آسیایی هستش، بازی قطعا پرفشار فکر کنم هر 4 روز یا 5 روز باشه. در کنار بازیکن جوونم ما فکر کنم 10 یا 9 بازیکن با تجربه خوبم داریم. هر کدوم حدوداً شاید 200 تا 300 بازی لیگ برتر داشته باشن. این تلفیق به نظر من میتونه خیلی به این باشگاه کمک بکنه. چند متر اون طرفتر هم تو زمین شماره 3 آزادی تیم نساجی مازندران توپ میزنه. در حدود 10 روز تمرینات شروع کردیم. یه مقدار نگرانی هماهنگی داریم که انشالله تو این 10 روز تا شروع بازی‌ها بتونیم از این تایم استفاده کنیم، تیم حرکت‌تر کنیم. تیمی که تو بازار نقل و انتقالاتی با جذب دانیال ایلی و کسرا طاهری و صحبت انتقالشون به یک تیم پایتخت نشین حاشیه‌های زیادی درست کرده. به صورت شفاف‌سازی میشونم توضیح بدم. الان تایمش نیست که من حتی بخوام عذر منو بخواین، اگه میشه من برم سر تمرینم. اما در کنار این حاشیه‌ها بازیکنایی هم داره که ذوق زیادی برای پوشیدن پیراهن این تیم و شاد کردن دل هوادارانشون داره. ما زورمون خیلی زیاده امسال تو لیگ، چون یه هواداری داریم که با دل و جون تشویق میکنن. امیدوارم که همه بچه‌ها یک دل بشن و با هواداری که داریم نتیجه خوبی واسهشون بگیریم. به نظر من امسال اتفاق خیلی خوبی واسه تیممون رقم می‌زنیم. حتما هدفمون نگاهمون به بالای جدول. حالا تیم‌ها خودشون رو برای حضور در رقابت‌های لیگ برتری آماده می‌کنن که از 23 مرداد ماه آغاز میشه. محمد سطحی، خبرگزاری اصطلاح و سیما. ممنون.